بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آقا محمد بزرگوار، بفرمایید. خسته نباشید، شب شما بخیر. سلامت بشید، الله متعال ستون کنه. زنده باشید آقای انصاری. خداوند در قرآن می‌فرمایند که کسانی که از من پیروی کنند نه ترسی در آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. خدمت شما عرض کنم که من در جواب این برادرمون که زنگ زد توهین کرد فقط یک کلمه میگم 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. با توهین کردن فحش دادن آدم به نتیجه نمیرسه. فقط قدربینی های کارت اون توتی قدربینیه میشه که خودش مجبور میکنه که آدم یه جوری برخورد کنه دیگه. ولی ادامه میگم مکن کاری که در پاک سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خواهان نام خواهند، تو را از نام خواندن ننگت آید. خدمت شما عرض کنم این وادی صداقت آقای انصاری. با دروغ و فحش و توهین هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. فردای قیامت همینجوری که ما از زبونمون سوال میشیم از گوشمون هم سوال میشیم و باید متوجه باشیم که این گوشمون رو وادار میکنیم به کلماتی که گوش کنیم. همینجوری که ربا دهنده مجرمه، ربا گیرنده هم مجرمه. همینجوری که غیبت کننده مجرمه، غیبت شنونده هم مجرمه. و همینجوری هم من اگر بشینم پای این شبکه ها وقتی توهینا رو ببینم به اصحاب پیغمبر، به زنهای پیغمبر، مطمئن باشید که منم فردای قیامت باید جواب بدم. باید متوجه باشیم چیکار میکنیم. اینجا جای صداقته. با دروغ گفتن هیچ کس به هیچ جا نرسه نمیرسه. اگر حرفی سخنی مطلب علمی دارن بیان ارائه بدن، ما هم پای تلویزیون نشستیم گوش میکنیم. این بنده خدایی که الان فحش میده من میخوام ببینم مادرش، خواهرش، خانواده خودش کنارش نیستن یا پای تلویزیون نیستن. یعنی واقعا این آقا خودش شرمش نمیشه به کار بردن این کلمات و فردای قیامت باید بازخواست بشه. آقای انصاری واقعا من میخوام یه مطلبی بگم و این که در یک دورانی یه شاهزاده‌ای میخواست ازدواج کنه و اون در اون موقع رسم این بود که می اومدن تو شهر جارچیا جار میکشیدن، دخترای دم بخت رو دعوت میکردن در حضور شاهزاده. شاهزاده از بین اینا همسر آیندهش انتخاب میکرد. جارچی اومد تو شهر جار زد، مردم رو دعوت کرد. مردم هم خب سری دخترای دم بخت رو افتادن به طرف قصر پادشاه. یه خانواده فقیر نداری بود. مادره به دخترش میگه دخترم تو هم برو شرکت کن. میگه آقا مادر جان من کجا، شاهزاده کجا، من یادم فقیر نداره بچه یتیم، هیچ وقت شاهزاده من انتخاب نمیکنه. میگه آره دخترم تو هم حالا بختت امتحان. آقا دخترم میاد میره تو این مجلس شرکت میکنه. شاهزاده میاد، تمام دخترای دم بخت همه منتظر. شاهزاده میاد به اینا میگه این گلدونه که اینجا هست هر کس میتونه از این گلدونا رو برداره ببره تو خونه. من توی این گلدونا هر کدوم گلدون یه بذر گل کاشتم، شما ببرید مدت 15 روز وقت دارید این گلدون رو ببرید آبیاری کنید بهش برسید بیاید، هر کس گلش زیباتر باشه من اونو به همسری خودم انتخاب میکنم. آقا این بنده های خدا دخترها همه این گلدونا رو وهم دارن، هر کسی یه گلدون میاد میره خونه و شروع میکنه به گلدون رسیدگی کردن. این دختری هم که مد نظر ماست دختر فقیره، اونم یه گلدون برمی‌داره میاره تو خونه. آقا تو این 15 روز هرچی آب به این میده، هرچی کود به این میده، میبینه چیزی سبز نشد اصلا. خلاصه بعد از 15 روز این گلدون همینجوری میگیره دستش میاد میره قصر شاه. میبینه تمام دخترایی که اومدن همهشون گلدوناشون چه گلای زیبایی داده. خلاصه میشه خودش دیگه خب من در مقابل اینا هیچ بختی ندارم و هیچ شانسی ندارم. خلاصه شاهزاده میاد از بین تمام این دخترها این دختر انتخاب میکنه. میگه آقا این همسر آینده من ایشونه. وقتی بهش میگن چرا، میگه به دلیل اینکه توی گلدونای شما هیچ کدوم بذری نبود، همه گلدوناتون خالی بود
ولی چون شما آدم دروغگو و پدر سوخته‌ای هستید، رفتید از خودتون تخم کاشتید، گل کاشتید، آوردید، حالا برای من ارائه میدید. این صداقت داشته که این گرگین رو برداشته آورده، چون تو این گرگین هیچی نبوده. و واقعا آقای انصاری در اون دنیا هم راستی رو میپسندن. خدای سبحان حقیقت رو میخواد از ما. میگن چوپان دروغگو مرد رفت به اون دنیا، ازش پرسیدن گفتن تو کی هستی؟ گفت من دهقان فداکارم. آقا با دروغ گفتن همیشه که دیگه نمیشه دروغ گفت که. آقا ببخشید من سرتون رو درد آوردم و در خاتمه اگر اجازه بدید دو بیت شعر تقدیمتون کنم و بفرمایید. خداحافظی کنم. بفرمایید. زنده باشید. میگه آدم ای دور دانه عرش بقا، وصل نزدیک است سوی ما بیا. هیچ دانی در جهان نقش تو چیست؟ خوب بنگر خالق و رب تو کیست؟ گر منم معبود تو با من شوی، محرم سر علوم من شوی. حال داخل شده در رضوان من، تا ابد هستی کنون مهمان من. پاسخ آری در اون روز الست، آخرین راه نجات آدم است. آقا شب بخیر میگم و خدا حافظ شما. زنده باشید. تشکر از شما. الله تعالی ستون کنه. تشکر محمد.